سلام. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از خفن‌ترین و باهوش‌ترین شخصیت‌های تاریخ ایران، عمر خیام نیشابوری که یه نابغه واقعی تو زمان خودش بود. نام کامل او غیاث‌الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری بود، ولی دنیا اون رو با نام عمر خیام میشناسه. خیام توی سال 428 هجری یا به عبارتی 1048 میلادی در خانواده‌ای اهل دانش توی نیشابور به دنیا اومد. جالبه بدونید خانواده‌اش تو کار خیمه دوزی بودند، اما استعداد خیام بسیار بالاتر از کار خیمه دوزی بود. میشه گفت نبوغ او فراتر از هر کسب و کاری بود. او نه تنها یک ریاضیدان و ستاره شناس برجسته بود، بلکه در قامت فیلسوف و شاعر یکی از بزرگترین چهره‌های تاریخ دوره سلجوقی و یکی از اثرگذارترین دانشمندان در تاریخ تقویم جهان لقب گرفت. خیام از اون آدمایی نبود که فقط یه رشته بلد باشه. اون برای یاد گرفتن علوم مختلف پیش بهترین استادهای زمان خودش مثل امام موفق نیشابوری که بهش ریاضی و فلسفه یاد داد و عبدالرحمن خازنی که درس نجوم رو بهش یاد داد رفت. او همچنین با مطالعه عمیق آثار بزرگانی مثل ابن سینا و ابوریحان بیرونی حسابی بنیانهای فکری خودش رو پایه‌گذاری کرد. خیام تو همه چی استاد بود: ریاضیات، هندسه، جبر، نجوم، فلسفه و حتی پزشکی. دانشش اونقدر زیاد بود که خیلی زود اسمش تو کل ایران اون زمان پیچید. اما سرنوشت برای این نابغه نقشه دیگه ای داشت. اون رو از نیشابور به مرکز قدرت حکومت سلجوقی در اصفهان کشوند. سال 465 هجری یا 1072 میلادی ملک شاه سلجوقی بر تخت سلطنت نشست و نظام الملک طوسی رو که یه آدم فوق‌العاده باهوش و طرفدار علم بود رو وزیر خودش کرد. ملک شاه و وزیرش هدف بزرگی در سر داشتن و میخواستن دربار رو به مرکز علم جهان تبدیل کنن. توی همین سالا آوازه خیام به خاطر مهارت بی‌نظیرش توی ریاضیات و نجوم تو کل ایران پیچیده بود. نظام الملک وقتی فهمید یه نابغه نجوم و ریاضیات به اسم خیام توی نیشابور هست، فوری براش یه نامه رسمی فرستاد و اون رو به اصفهان دعوت کرد. هدفش روشن بود: تشکیل گروهی از منجمان زبده، تأسیس یک رصدخانه سلطنتی و ساخت دقیق ترین تقویم جهان برای نظم دادن به امور حکومت، مالیات و کشاورزی. خیام این پیشنهاد رو قبول کرد، اما یه شرط گذاشت: من کار سیاسی نمی کنم و فقط میخوام بتونم کار علمی و پژوهشیم رو راحت انجام بدم. شرط خیام بلافاصله پذیرفته شد و پروژه بزرگ شروع شد. حدود سال 467 هجری یا 1074 میلادی رصدخانه بزرگ اصفهان در نزدیکی کاخهای سلطنتی تأسیس شد. خیام در رأس گروهی از بزرگترین دانشمندان آن دوره رهبری این پروژه عظیم رو به عهده گرفت. وظیفه اصلی اونا رصد دقیق حرکت خورشید و ماه و ستاره ها، اصلاح جداول نجومی و از همه مهمتر جمع‌آوری اطلاعات برای شاهکار بزرگ خیام بود، یعنی ساخت تقویم معروف و دقیق به نام تقویم جلالی. اون زمان تقویم‌های موجود خطاهای فراوانی داشتند و سالها با فصل‌ها هماهنگ نبودند. این بی‌نظمی امور مالی و کشاورزی حکومت رو دچار آشفتگی کرده بود. خیام و گروهش پس از 8 تا 12 سال رصد مستمر و استفاده از مهارت‌های خود در هندسه و مثلثات، تقویم جدید را در حدود سال 479 هجری تکمیل کردند. به افتخار ملک شاه که به اون لقب جلال الدوله داده بودند، نام این تقویم رو تقویم جلالی گذاشتند. پس از سالها تلاش و محاسبات، نتیجه کار شگفت‌انگیز بود. این محاسبات از دقت تقویم غربی یا همون میلادی بسیار بالاتر بود.
خطای تقویم جلالی فقط یک روز در هر 3770 سال است، در حالی که خطای تقویم میلادی یک روز در 3330 سال می باشد. این شاهکار علمی پایه و اساس بسیاری از تقویم‌های خورشیدی پس از خودش شد و جالبه بدونید که ایران تا به امروز از نسخه اصلاح شده همین تقویم دقیق داره استفاده میکنه. این رصدخانه حدود 12 سال با بودجه کامل کار کرد و حسابی توی دنیا معروف شد تا اینکه وقوع اتفاقاتی در کشور باعث شد همه چیز به طور کلی تغییر کنه. روزای خوش زیاد دوام نیاورد. 6 سال بعد از ساخت تقویم جلالی، یعنی سال 485 هجری به عبارتی 1092 میلادی، یه فاجعه اتفاق افتاد. نظام الملک طوسی که در مسیر سفر شاه به بغداد همراه شاه بود ترور شد. در یکی از توقف‌ها مردی ناشناس با لباس صوفیانه به اون نزدیک شد و با خنجر اون رو کشت. این واقعه شوک بزرگی برای امپراتوری سلجوقی بود. منابع تاریخی تقریباً هم نظرن که قاتل یکی از فداییان حسن صباح که از اسماعیلیان نظاری بود هستش. حسن صباح شبکه‌ای از فداییان داشت که مأموریت‌های ترور را انجام می‌دادند. او و نظام الملک دشمن سیاسی و ایدئولوژیک یکدیگر بودند. سیاست ملکشاه بر سرکوب شدید دعوت اسماعیلی استوار بود و صباح قصد داشت با حذف او و وزیر او نفوذ خودش رو افزایش بده. اما این قتل علاوه بر انگیزه ایدئولوژیک، انگیزه سیاسی و جانشینی هم داشت. بسیاری از تاریخ‌نگاران معتقدند که همسر ملکشاه ترکان خاتون نقش پشت پرده در توطئه قتل نظام الملک داشته. این دشمنی ترکان خاتون با نظام الملک به نفوذ نظام الملک در دربار برمیگشت. ترکان خاتون میخواست پسر 4 سالش محمود رو ولیعهد کنه، اما نظام الملک پسر بزرگتر ملکشاه یعنی برکیارق رو وارث اصلی میدونست. حذف نظام الملک راه رو برای ترکان خاتون باز میکرد. نظریاتی که در برخی منابع مطرح هستش اینه که ترکان خاتون از فدایان اسماعیلی برای این ترور استفاده کرد. 34 روز بعد از ترور نظام الملک خود ملکشاه هم به طور مشکوک از دنیا رفت و این دوتا اتفاق پشت سر هم کشور رو درگیر یک جنگ خونین و بزرگ بین همسران و فرزندان ملکشاه برای کسب قدرت کرد. بعد از ملکشاه 3 نفر مدعی سلطنت شدند. برکیارق پسر بزرگتر ملکشاه که مورد حمایت نظام الملک و بخش بزرگی از ارتش بود، محمود پسر خردسال ملکشاه که مورد حمایت ترکان خاتون و گروهی از امرا بود، و در نهایت تاج الملک ابوالغنائم وزیر جدید و رقیب نظام الملک. در ابتدا ترکان خاتون و پسر خردسالش محمود قدرت رو در اصفهان در دست گرفتند. آنها سیاست نظام الملک رو کنار گذاشتند. اینها پروژه های علمی رو هزینه اضافی میدونستند و با فلسفه و نجوم غیر فقهی میانه خوبی نداشتند و همچنین بعضی گروه های مذهبی مخالف نظریات خیام بودند. در نهایت تحت اثر این فشارها رصدخانه با همه هزینه‌های عظیمی که انجام شده بود اولین قربانی شد. اما وضعیت کشور ثبات نداشت و چند سال دچار جنگ داخلی شد تا سرانجام برکیارق حاکم اصلی شد. به دلیل اینکه کشور درگیر هرج و مرج و جنگ قدرت بود، دولت دیگه توان مالی برای پژوهش نداشت و در نهایت گروه منجمان از هم پاشید. خیام که حمایت درباریش را از دست داده بود مجبور شد به نیشابور برگرد. بعد از اون ماجراها خیام کلاً قید سیاست و دربار رو زد و سالهای پایانی عمرش رو پای تدریس، مطالعه و نوشتن در نیشابور گذراند. خیام خودش رو شاعر نمیدونست، اما همین دوران بود که اون رو با رباعیات جادوییش به دنیا شناسوند. شعرهایی که 3 ویژگی مهم دارند: نگاه عمیق فلسفی به مرگ، زندگی و معنی هستی، دعوت به شادی و غنیمت شمردن لحظه، البته همراه با فکر و تأمل، انتقاد تند از ریاکاری و جهل مذهبی. خیام باقی عمر رو آروم و به دور از هیاهو گذروند.
روایت ها میگن موقع مرگ کتاب الشفای ابن سینا دستش بود، یعنی تا آخرین لحظه یک فیلسوف و یک خردگرا باقی موند. در نهایت توی سال 1131 میلادی توی نیشابور از دنیا رفت. اون مردی بود که تونست با نبوغش هم ریاضیات رو متحول کنه، هم دقیق ترین تقویم دنیا رو بسازه و هم با چند بیت شعر همه دنیا رو به فکر فرو ببره. او با زبان ساده و نافذ شعرش عمیق ترین پرسش های بشر رو مطرح می کرد.